قضاوت درباره امیر شیر علی خان خیلی سخت است، زیرا او هم خدمات زیادی کرد و هم اشتباهات مهلک انجام داد. در طول 10 سال آخر سلطنت خود خدمات زیادی از لحاظ اقتصادی، صنعتی و مخصوصا نظامی انجام داد، اما در روزهای آخر عمرش افغانستان را با تمام تجهیزات نظامی که 10 سال زحمت کشیده بود دو دست به انگلیس ها بدون مقاومت تسلیم نمود. امیر شیر علی خان بین سالهای 1863 تا 1878 پادشاهی کرد که در این 15 سال فقط 2 سال آن را دو برادرش، یکی به نام محمد افضل خان پدر عبدالرحمن خان و دیگری محمد اعظم خان پادشاهی کردند و در یک اقلیم 2 پادشاه بود که هر دو به زودی مردند و بقیه سالها را امیر شیر علی خان مقتدرانه پادشاهی کرد. دوره پادشاهی امیر شیر علی خان را به 3 قسمت تقسیم میکنیم. اول دوره جنگ‌های داخلی و جنگ‌های خاندان شاهی، دوم دوره تحکیم دولت مرکزی و اصلاحات اجتماعی و سوم دوره تجاوز سیاسی و نظامی انگلیس در افغانستان. ناگفته نماند که در این دوره سیستان که بیشتر از 1000 سال جزء افغانستان بود از افغانستان جدا و به ایران داده شد. چون امیر شیر علی خان با اشتباهات خود نه عمدن بلکه سهوا زمینه ساز تجاوز دوم انگلیس به افغانستان شد، لذا دیدن این ویدیو را تا آخر برایتان توصیه میکنیم. قبل از همه کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. پس از مرگ امیر دوست محمد خان، پسرش امیر شیر علی خان در 12 جون 1863 در هرات به عمر 41 سالگی پادشاهی خودش را اعلان کرد، اما برادرانش قلباً این اعلان را نپذیرفتند و در صدد مخالفت برآمدند. قسمی که در ویدیوهای قبلی گفتیم، امیر شیر علی خان 20 و چند برادر و 10 برادرزاده داشت که هر یکی از دیگری پستر بودند. امیر شیر علی خان از هرات به کابل حرکت کرد و در کابل در دسامبر 1863 به حکومت انگلیس در هند سلطنت خود را اعلام نمود، ولی انگلیس ها تا 6 ماه جواب ندادند. سیاست مکارانه انگلیس این بود که اگر پادشاهی را مخالف خود میافتند دست به حمایت مخالفان آن پادشاه میزدند و چون برادران امیر شیر علی خان مخالف او و طالب سلطنت بودند، انگلیس ها از دیدن این منظره فوق العاده لذت میبردند. امیر شیر علی خان هم درک کرد که با 2 جبهه داخلی و خارجی مقابل است و این سال اول حکومت امیر شیر علی خان در جنگ داخلی بین خاندان شاهی گذشت. نخست 2 تن از برادرزادگان او به غرض کشتنش داخل توطئه شدند، ولی امیر کشف کرده و آنها را تبعید نمودند. بعد برادر او محمد افضل خان والی تخارستان و بدخشان از تادیه مالیات سر پیچید. امیر شیر علی خان در 1864 سپاه کشید. محمد افضل خان برادر خود را شکست داده و بعد محبوس نمود. پسر محمد افضل عبدالرحمن خان نیز از دست کاکای خود به بخارا فرار کرد. در سال 1865 امیر شیر علی خان به قندهار اسکر کشید. در جنگی که با برادر خود انجام داد، پسرش و 8000 اسکر قندهاری یکجا کشته شدند. امیر شیر علی خان اعصابش را از دست داده و به قندهار رفته و انزوا گزید. برادر دیگرش محمد اعظم خان که در این هنگام در نزد انگلیس ها بود، از فرصت استفاده کرده و به بدخشان و قطغن آمد. عبدالرحمن خان نیز از بخارا رسید. محمد اعظم خان برادر امیر شیر علی خان نخست کابل و بعد در می 1866 غزنی را تصرف کرد. عبدالرحمن خان پدر خود محمد افضل خان را به پادشاهی اعلان کرد. به این صورت در یک اقلیم 2 پادشاه فرمانروا گردید. امیر شیر علی خان در جنگ‌های متعدد شکست خورده و حتی قندهار را هم از دست داده به هرات رفت. محمد افضل برادر امیر شیر علی خان در اکتبر 1867 در کابل مرد و به جای او محمد اعظم خان به پادشاهی نیمه افغانستان اعلام شد. پادشاهی محمد اعظم خان هم زیاد دوام نکرد، زیرا اولا فرزندان محمد اعظم که از طرف پدر حاکم قندهار بودند دست تعدی و ظلم را به مردم قندهار دراز کردند. مثلا زندان مختلط ساختند که زن و مرد در آن در بند بودند. بسیاری از زنان پاکدامن در زندان حامله شدند و زاییدند و کوچکترین بهانه خانه رعیت را تاراج میکردند. محمد عمر خان یک ملای زمین داوری را کشتند، زیرا عسکری را که به زور میخواست به زن او تجاوز کند کشته بود. دوما در جنگی که بین امیر شیر علی خان و محمد اعظم خان در سپتامبر 1868 رخ داد، امیر شیر علی خان پیروز شد. عبدالرحمن خان به بخارا و باز به سمرقند فرار
فرار کرد و محمد اعظم خان در عرض راه بیمار شد و مرد. بدین ترتیب تمام رقبای امیر شیر علی خان یا فرار کردند و یا مردند و دست انگلیس از دست رقبای قوی در مقابل امیر شیر علی خان خالی ماند. برعکس امیر شیر علی خان از این تاریخ یعنی 1868 تا 1878 بعد از 5 سال خانه جنگی ها 10 سال دیگر در افغانستان پادشاهی نمود و نخستین پادشاه بارگزایی بود که اصلاحات گسترده انجام داد. اما امیر شیر علی خان بعد از استقرار سلطنت در صدد تطبیق پروگرام‌های اصلاحی در افغانستان برآمد و در مدت 10 سال در انکشاف امور اقتصادی، فرهنگی، پیشاوری و مخصوصاً اسلحه‌سازی و پرورش حیوانات توجه نمود. میتوان گفت برای بار اول در جامعه فئودالی افغانستان زمینه رویدن جنین سرمایه‌داری آماده گردید. امنیت داخلی برقرار و تسهیلات تجارتی فراهم شد. امیر شیر علی خان برای انکشاف تولیدات زراعتی کشور هم زحمت کشید. مهمتر از همه از فشار و سنگینی تحمیلات رسمی حکومت بر شانه دهقان بکاست. خدمت مهم دیگر او اعمار شهر مستحکم شیرپور در شمال شهر کابل در سال 1870 میلادی بود. بیشتر از 5 سال روزانه 6000 نفر کارگر و 1000 نفر معمار و نجار در تعمیر آن مشغول شدند که معاششان از طرف دولت پرداخته میشد. در حالی که در سالهای قبل از امیر شیر علی خان اعمار ساختمان‌ها و راه‌ها همه به شکل اجباری بر دوش دهقان و سایر مردم تحمیل می‌گردید. اما هنوز شهر اعمار نشده و دیوارهای آن تکمیل نگردیده بود که جنگ دوم انگلیس و افغانستان آغاز گردید و شیرپور ناتمام ماند و بعدها در مرور زمان منهدم شد. در زمینه فرهنگ امیر شیر علی خان 2 مکتب، یکی ملکی و دیگری نظامی تأسیس کرد. همچنین نخستین جریده افغانستان به نام شمس النهار در سال 1875 منتشر گردید. امور نظامی نیز در این عهد انکشاف نمود. از کارخانه توپریزی کابل ماهانه 1 توپ بیرون می آمد و تفنگ و باروت به مقدار بیشتری از کارخانه ها استحصال می گردید. اردوی افغانستان متشکل از 50,000 نفر بود که توسط معلمین خارجی آموزش نظامی می دیدند. اما این استخدام از هند انگلیسی به عمل آمد که با منافع ملی کشور وفق نمی کرد. روی هم رفته اصلاحات زمان امیر شیر علی خان بر قدرت اقتصادی و قدرت دولت افزود که دولت بریتانیا با افزونی این قدرت مخالف بود. سیاست خارجی امیر شیر علی خان صلح‌خواهانه و مصالحت آمیز بود. او دعوای ارضی با هیچ همسایه حتی انگلیس ها نداشت. هدف اساسی او حفظ تمام خاک‌های باقی مانده افغانستان بود و بس. او به جز احترام استقلال افغانستان از همسایه ها چیز دیگری نمیخواست. در حالی که روسیه و ایران به استثنای قضیه سیستان در صدد مزاحمت به این سیاست افغانستان نبودند، دولت انگلیس چنین چیزی نمیخواست. هدف آنها تسلط بر یکی از مهمترین سنگرهای نظامی آسیای میانه یعنی کوههای هندوکش بود. آنها یک بار برای رسیدن به این کوهها 40 سال قبلتر 40,000 عسکر خود را در افغانستان از دست داده بودند، اما باز هم از این هدف دست نکشیده بودند. بین سالهای 1857 تا 1874 کشمکش سیاسی لندن و قیام ملی هند سبب شد که انگلیس موقتا افغانستان را به حال خودش واگذارد. اما از سال 1874 به بعد انگلیس ها به افغانستان فشار وارد کردند که منجر به تجاوز دوم انگلیس به افغانستان شد. در سال 1873 مذاکرات انگلیس و روس بالای قضیه بی‌طرفی افغانستان شروع شد و روس ها پذیرفتند که افغانستان را خارج از منطقه نفوذ خود بشناسند. انگلیس ها که خیالشان از طرف روسیه راحت شد، فعالیت های سیاسی خود را تشدید نمودند. این فعالیت های مخرب به واسطه اشتباهات امیر شیر علی خان بیشتر اثر می نمود. مثلا امیر شیر علی خان در خط سیاست خوشباور و بی احتیاط بود. او عقیدتاً به مسلمان‌های هندی اعتماد برادرانه داشت و به همین دلیل به زودی دربار او مرکز فعالیت جاسوسی دولت انگلیس شد. قاضی قادر جاسوس مشهور هندی در قضایای سیاسی و اداری افغانستان دست یافت و افسران هندی در اردوی افغانی نفوذ رسمی حاصل کردند.
به علاوه در نفس مردم افغانستان عناصر انگلیس پرست موجود بود، مانند دهها برادر و برادرزادگان امیر. یکی از اشتباهات سیاست داخلی امیر این بود که او با وجود فرزندان بزرگی که داشت مثل سردار یعقوب خان، طفل کوچک 7 ساله خودش را ولیعهد اعلان کرد، زیرا مادر او را از زنان دیگر خود بیشتر دوست داشت. به همین دلیل سردار یعقوب خان در سال 1872 علیه پدر قیام کرد، ولی به زودی پشیمان شد و تسلیم گردید. اما امیر شیرعلی خان او را در زندان بالاحصار محبوس نمود. امیر در زندان آنقدر به فرزند خودش سخت گرفت که قوای روحی و جسمی او نابود و به یک مرد شکسته تبدیل شد. در عین حال قضیه تجاوز ایران در سیستان و نزاع سرحدی در جنوب غرب افغانستان پیش شد. دولت ایران طبق معاهده سال 1857 پاریس مجبور بود که در قضایا بین افغانستان و خودش حکمیت انگلیس را بپذیرد. بنابراین حکومت انگلیس در قضیه سیستان نیز حکم تعیین شد و هیئت گلدسمیت انگلیسی در سال 1872 میلادی وارد سیستان گردید. سید نور محمد شاه فوشنجی نماینده افغانستان و میرزا معصوم خان نماینده ایران بود. سیستان که آبخوره از دریای هلمند داشت، جزء وادی هلمند محسوب میشد، به واسطه یک سلسله کوهها از ایران جدا شده و بیشتر از 1000 سال متعلق به افغانستان بود. خصوصا که از وقت احمد شاه ابدالی سیستان جزء جدا ناشدنی افغانستان به شمار می رفت، مگر در حین اختلال داخلی افغانستان قسمت از آن را ایران به تحریک انگلیس اشغال کرد. از آن به بعد دعوای سیستان پیش شد. هیئت انگلیسی بعد از مذاکرات بسیار فیصله خود را به نفع ایران و ضرر افغانستان صادر کرد. طبق این فیصله ایران به علاوه تصاحب بهترین قسمت سیستان در طول 50 مایل در آب هلمند افغانستان نیز شریک شد. انگلیس می‌خواست که به نام جلوگیری از نفوذ دولت روس قشون انگلیس در کوههای هندوکش و قلب افغانستان مستقر گردد. در قندهار، هرات و بلخ نفوذ انگلیس محکم شود و کابل و غزنی را مثل کویته به شکل پایگاه نظامی درآورد. انگلیس اصلاً به وجود یک افغانستان بی‌طرف عقیده نداشت و می گفت که افغانستان یا به دولت انگلیس تکیه کند و یا به روس. در غیر آن این مملکت باید تجزیه و تقسیم گردد و به کلی از بین رود. لذا در سال 1873 میلادی با افغانستان وارد مذاکره گردید. پیشنهادات آنها چون خیلی سنگین بود و ناقض استقلال افغانستان، از طرف سید نور محمد شاه صدر اعظم افغانستان رد گردید. انگلیس ها که دیدند با مذاکره نمیتوانند افغانستان را اشغال کنند، اخطارگونه گفتند که دولت انگلیس با دولت روسیه مذاکره و موافقه خواهد کرد تا افغانستان از روی نقشه جهان محو گردد. لذا امیر شیرعلی خان آخرین تلاش خود را انجام داد و در جنوری 1877 یک هیئت سیاسی بر ریاست سید نور محمد شاه صدر اعظم به نام مذاکره در پشاور فرستاد. در جریان این مذاکره پیروزی بسیار قاطعانه با صدر اعظم افغانستان بود، اما او به طرز مشکوکی چشم از جهان پوشید و افغانستان یک سیاستمدار صادق، مجرب و آگاه خود را از دست داد. از این به بعد یک خاموشی خطرناکی در بین افغانستان و انگلیس پیدا شد، زیرا حکومت انگلیس برای تجاوز دوم خود به افغانستان آمادگی می گرفت. دولت روسیه 2 نفر نماینده مسلمان خود را در سال 1878 به دربار امیر شیرعلی خان فرستاد و دم از دوستی دولتین زد. امیر پیشنهاد دولت روس را رد کرد، اما شایعه شد که دولت روس می‌خواهد به هندوستان حمله نظامی نماید و در این مسیر افغانستان حامی او خواهد بود. این موضوع را منابع انگلیسی به شکل یک سند دلیل تجاوز خود در افغانستان حساب کردند. دولت انگلیس در نقاط مهم استراتژیکی نظامی آمادگی جنگ گرفتند. این است که در 31 اکتبر 1878 انگلیس التیماتوم نوشت و در 10 نوامبر به افغانستان رسید. تا این وقت انگلیس ها تخریبات خود را در داخل افغانستان انجام داده بودند، به این معنی که یک عده سرداران رقیب امیر شیرعلی خان را بر ضد افغانستان و به طرفداری انگلیس جلب کرده بودند. افسران هندی که در افغانستان بودند در داخل اردوی داخلی نفاق تولید نموده بودند. قاضی قادر هم در داخل دربار بود و می توانست امیر را در سیاست خارجی بلغزاند. اشتباه دیگری امیر شیرعلی خان تحمیل 4 روپیه بر هر فرد از نفوس افغانستان به نام تجهیز سپاه بود که در آن روزگار تحمیل سنگینی بر مردم بود. به علاوه در شهرهای مهم افغانستان یک پروپاگاند خائنانه پر از اتهامات ننگین و دروغین به نسبت امیر شیرعلی خان جاری شده بود که حاکی از مشروب خوارگی و معاشقه با محارم و ضدیت با قرآن و غیره بود.
اشتباه دیگری امیر شیرعلی خان این بود که اعتماد خود را بالای مردم دلیر افغانستان و قشون مجهز آن باخته بود و به بلخ رفت تا از دولت روس کمک بخواهد. اما آخرین و مهلکترین اشتباه او این بود که بعد از گرفتن خبر وارد شدن قشون انگلیس به افغانستان به حکام ننگرهار، پکتیا و قندهار امر داد که عقب نشینی کنند و با دشمن نجنگند و منتظر امر ثانی باشند. در نهایت امیر شیرعلی خان در 21 فوریه 1879 به عمر 56 سالگی در مزار شریف چشم از جهان پوشید و افغانستان را دو دسته به انگلیس تقدیم کرد. در ویدیوی بعدی درباره تجاوز دوم انگلیس به افغانستان صحبت میکنیم.